مهاجرت این یک روندی تمام جامعه عمومی بشری است. اکثری کشورهای دنیا به کشوری همدیگر مهاجرت میکنن. این یک روند طبیعی است. شما برای مقایسه من به همین سرزمین های کشورهای منطقه نظر می اندازیم. ازبکستان یک دولتی همسایه تاجیکستان هم از لحاظ گئوگرافی و هم از جهت اقتصادی یکی از دولت های پیشرفته منطقه آسیای مرکزی به حساب می رود. امروز این سرزمین دارای زمین های زیادی کشاورزی، دارای کانهای زیادی نفت و گاز، بازم زیاده از 3 میلیون اهالیش در مهاجرت مهنتی چی در روسیه چی در کشورهای دیگر قرار دارند.